من بزن بهادر زندگیمو مدیون این موجی هستم، چون که اگه نبود از خوشی میمردم. روشن شد یا همچی بزنم که تا میبره از خوشی. دکتر جون نزن، بعد از وضعیتی که دشمنا سر نظام آوردن تو دیگه نزن قربونه. دشمنا که سر تو برا نیوردن، عزمان زیر منگن است ناکس. دکتر نظامو به باد ندی قربونت برم. مگه بنا نشد که در مورد برنامه دشمنای نظام تو پاریس یک کلمه هم نگیم؟ حالا شما داری بحثشو باز میکنی که تو قدم بعدی بگی این همه لشکرکشی از همه جای دنیا و سر ته نظام و یکی کردن و بحث محاکمه مقام عظما و اینا رو هم کن میرم بذار کنار ناکس. اگه جلوتو نگیرن نوار برنامه شونم اینجا پخش میکنی. مگه نمیدونی که هیچی بدون اجازه عظما نباید بگی اینجا؟ سر کلاس استاد از دانشجوی سهمیه بسیج پرسید برق و کی اختراع کرد؟ طرف گفت مقام عظمای ولایت. باریکلا درسته آقا. استادم گفت اگه برامون شهر درست نکنی ادیسون هم ممکنه کمی کمکش کرده باشه. روشن شد یا همچی بزنم که عین ادیسون خودت بری بقیه رو روشن کنی؟ آقای دکتر مگه بنا نبود که وقتی حاجی روحانی رئیس جمهور شد دیگه اسمی از دشمنان نظام نباشه؟ این که برعکس شد. حالا رسانه‌های خودمونم میگن سالن جای سوزن انداختن نبود، از همه دنیا سخنران اومده بود، نوبت نمیشد و وای بنا نبود که اینا رو بگم. آخه دکتر نمیذاره که. برو سر سوال دیگه. اینجا هرچی گاز میدی بیشتر میتپی تو. درسته آقای دکتر. با سلام، در خدمت ابر استراتژیست نظام آقای دکتر بزن بهادر هستیم و نمیخواهیم در مورد دشمنان نظام کلمه‌ای بگیم. دکتر همه چی رو خودش روشن میکنه. یعنی اینجوری وقتی تو رفتی تو این میدونی که هیچ فیساغورسی نمیتونه درستش کنه، همینم باید انتظار داشته باشی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که مشنگه زنگ زد به 2020 گفت آقا ببخشید اینترنت ما قطع شده. طرف ما درستش کنه گفت کدوم چراغ روشنه کدوم چراغ خاموش؟ مشنگه گفت چراغای حال و پذیرایی روشنه، چراغای حموم و سرویس خاموشه. یارو پشت تلفن خونریزی داخلی کرد از بس خندی. آقای دکتر بزن بهادر در مورد سوریه و یمن و عراق تو چه نقطه‌ای هستیم؟ چون بحث اتمی بخوایم بکنیم یه چاه ویله که سر و ته نداره. تازه دشمنای نظام آب پاکی ریختن رو دستمون و گفتن هر نظام حتی اگه بمب اتمی هم داشته باشه دست از سرش بر نمی‌داریم. نظام چه خاکی تو سرش بریزه؟ آیه بنا نبود که وارد این بحثا بشی که ولی خودت یه چیزیت میشه. نمیخوام در مورد دشمنای نظام بپرسم. سوال اینه که در بین بدبختی‌های نظام بحث اتمی و عراق و سوریه و یمن و مشکلات داخلی بدبختی اصلی کدومه؟ پس دشمنای نظام چی شده؟ اونا که جاشون محفوظ از اساس همه بدبختی نظام از اوناست. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تو امتحان آیین‌نامه افسر از مشنگه پرسید سر چهارراه یه آمبولانس هست با یه دوچرخه با یه کامیون با یه نیسان آبی، حق تقدم با کدومه؟ مشنگه گفت خب نیسان آبی دیگه. افسر گفت آمبولانس مریض داره بذار اول این بره. مشنگه گفتش که باشه، بعدش نیسان آبی. افسر گفت کامیونه داره مستقیم میره، نیسان دارید میپیچه به چپ، بذار این مسیر مستقیمشو بره. مشنگه گفت باشه، بعدش نیسان آبی. افسر گفت دوچرخه هستا؟ مشنگه گفت باشه. افسر گفت خب پس ترتیب چجوری شد؟ مشنگه گفت اول آمبولانس، بعد کامیون، بعد دوچرخه. افسر گفت پس نیسانه چی شد؟ مشنگه گفت بابا همون اول که تو داشتی منو میپیچوندی گازشو گرفت رفت. بحث رو عوض میکنم که نرم سراغ بلایی که دشمنای نظام سر مقام عظما آوردن. توی این هیری ویری کارنامه رئیس جمهور نظام از جناح خودش هم نمره قبولی نگرفت. از گرونی و بیکاری و
بدبختی ها یه طوری سوم شخص مجهول صحبت میکنه که انگار خودش 30 سال تو نظام کاری نبوده. الان هم رئیس جمهور سیاره پلوتونه. چرا رفتی تو این بحث ورود ممنوع؟ بیا بیرون دیگه. نه در آستانه نتیجه مذاکرات خواستم بگم تحریما رفع میشه و همه چی گل و بلبل میشه. آی دکتر خیلی ناشیانه دور زدی ناکس، گلگیر و مالیدی به دیوار بدجور. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن از بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن گرگه رفتن به در خونه شنگول و منگول در زد، یک خرس گردن کلفتی اومد بیرون گفت ناکس فکه بار پیاده کردی یه عوضی بهت میگم میره 20 سال دیگه اینجا رفتن. گرگه اومد درستش بکنه گفت خرس بازی در نیار، برات نظری آوردم رحلت امامه. روشن شد یا همچی بزنم که نظر خرسه بشه؟ البته روشنه که مقام عظما خودشون از رئیس جمهور حمایت میکنن. بله تا جایی که منفعتشون باشه، ولی میخوان سر به تنش نباشه. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن از بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن مشنگه با خودشو واسه ننش لوس کنه. گفت ننه از دنیا خسته شدم میخوام خودم از پنجره پرت کنم پایین. ننش گفت نه تو رو خدا این کارو نکنی ها، توری پنجره پاره میشه پشه میاد تو. پایان روشن شد یا همچی بزنم که توری پاره. روشن خاموش کردین که دارم میسوزن دیگه. قربونه دارم. در پایان همونطور که مقرر شده بود بدون اینکه اسمی از دشمنان نظام و بلایی که سر نظام آوردن بیاریم تونستیم برنامه رو تو صلح و صفا به خط پایان برسونیم. از شما هم خواهش میکنم که در پایان چیزی بار مقام عظما نکنین که اعصابم خط خطی بشه و این وضعیتی که به وجود آوردیم خودمون به هم بخوره. مشکل تو نیستی که نمیفهمی، مشکل از منه که توقع دارم بفهمی. آیه دکتر با کمال احترام وقتی میگم بار مقام عظما نکن منظورم این نیست که بار من بکنی. اگه حتما ضروریه بار کسی بکنی همون مقام عظما بهتره. آیه او بدبخت بیچاره رو که باید ولش بکنی دیگه. این هفته بارش کردن اساسی. آقای دکتر دیدی خودت آتش بس رو نقد میکنی؟ راست میگی یه خورده سوروسات بخواد بار عیادته. عیادت اون بدبخت برم با سوروسات درست میشه. همین من همسال دست خالی میخوای بیرون فکی دار بردی پایین. بدبخت فرنگه آقا رو به بارش کردن. اگه اهل